سلام دوست عزیزم، وقتتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدیم به دوره 7 پله و امیدوارم حالتون فوق‌العاده باشه. توی جلسه اول یه سری مقدمات رو خدمتتون عرض میکنم و بعدش آموزش رو شروع میکنیم. توی دوره 7 پله قراره با همدیگه یک سری آموزش عالی که توی مکالمه‌مون کاربردی هست رو از صفر یاد بگیریم. پس اگر زبان رو فقط در سطح هلو هاواریو بلدی، اصلا نگران نباش. توی این دوره قراره با همدیگه زبانمون رو تقویت کنیم و یک پله ارتقاش بدیم. فقط اگر اولین بارته که این ویدیو رو میبینی، حتما کانال رو سابسکرایب کن و زنگولش هم روشن کن که آموزش بعدی رو بتونی دریافت کنی و ببینی. اگرم ویدیو رو لایک کنی که به هم انرژی میدی. مرسی. از اولین المان زبان انگلیسی با هم شروع میکنیم. من میشه I یعنی من. حالا میخوام بگم من هستم. I am میشه من هستم. حالا میخوام بگم من یک معلم هستم. I am میشه من هستم. معلم میشه teacher. یه دونه معلم میشه a teacher. I am a teacher. من یه معلمم. I am a teacher. لطفاً تک تک جملات رو با صدای بلند با من تکرار کن که این ماهیچه های فک و دهانت به مرور به انگلیسی عادت کنه. طی چند سالی که فارسی صحبت کردی به فارسی عادت کرده، باید به انگلیسی هم عادتش بدی. دیدی بعضی وقتا نمیتونی یک کلمه رو تلفظ کنی به خاطر اینه که به این زبان هنوز عادت نکرده. با تکرار با صدای بلند جملات کم کم عادتش میدیم به همین راحتی. پس I am a teacher یعنی من یه معلمم. من یه پسرم. I am a boy. boy میشه پسر. I am a boy. من یک مردم. مرد میشه man. I am a man. من یه مردم. حالا میخوام بگم من یک هنرپیشم. من یک بازیگرم. I am an actor. شاید سوال بپرسی که چرا گفتیم an actor ولی گفتیم a teacher, a man, a boy. اگه بخوام تفاوت او ان رو بهت بگم، اول باید حروف صدادار رو بهت یاد بدم. یه سری حروف داریم تو انگلیسی که صدادارن که این 5 تایی هستن که بهت میگم A, E, I, O, U. به اینا میگیم حروف صدادار. و اگر کلمه‌ای با یکی از این حروف صدادار شروع بشه اولش، به جای از ان استفاده میکنیم واسش. حالا فلسفهش چیه؟ چرا میگیم an actor و حالا چرا اصلا به جای باید از ان استفاده کنم؟ خب انگلیسی اولین بار خواستن بگن که مثلا من یک بازیگرم. خب I am an actor خیلی سخته. خیلی سخته، به حنجره فشار میاد. واسه همین گفتن بیایم یه کلمه دیگر رو به جای استفاده کنیم. یه چیزی به این اضافه کنیم که قابل تلفظ کردن باشه. که خب اومدن حرف ن رو انتخاب کردن، چون حرف ن خیلی ساده است. توی اکثر زبان‌ها واسه اینکه بخوایم بگیم نه، یعنی با یه چیزی عدم موافقتمون رو نشون بدیم، از نه استفاده میکنیم. No، نه. خیلی راحته. واسه همین به این یه دونه نه اضافه کردن. ان شده ان. ان به معنای یک. و کلماتی که با یکی از این حروف صدادار A, E, I, O, U شروع میشن، به جای اینکه بگیم a actor میگیم an actor. واسه اینکه بگیم یه دونه بازیگر یا مثلا یه دونه سیب. a apple خیلی سخته دیگه، میگیم an apple یه سیب. پس I am an actor یعنی من یک هنرپیشم، من یه بازیگرم. I am an actor. حالا شاید بپرسی که من actress هم شنیدم به معنای بازیگر. فرق actor با actress چیه؟ actor میشه بازیگر آقا، هنرپیشه آقا، و actress میشه هنرپیشه خانم. اما این توی انگلیسی قدیم بود.
امروزه واسه اینکه تبعیض جنسیتی قائل نشن خیلی راحت هم واسه بازیگر آقا و هم بازیگر خانم از اکتر استفاده میکنن. اگر دیدی توی یک فیلمی گفت به خانومی You are an actor، تعجب نکن، چون توی انگلیسی امروزی چه تفاوتی قائل نمیشن و به هر دوشون اکتر میگن. خب پس I am an actor، من یه بازیگرم. حالا میخوام بگم من یک مهندسم. I am an engineer. مهندس میشه engineer. انجینیر نگی یا engineer. با صدای بلند با من تکرار کن. I am an engineer. میگیم an engineer چون engineer با حرف ای شروع شده و ای هم یکی از حروف A, E, I, O, U هستش. حروف صدا داره. I am an engineer. من یک مهندسم. من یک دکترم. I am a doctor. I am a doctor. I am a doctor. حالا میخوام بگم من خوشحالم. میگم I am happy. happy میشه خوشحال. H-A-P-P-Y. happy یعنی خوشحال. I am happy. من خوشحالم. خب چرا نگفتم a happy؟ میدونم الان سوال پرسیدی. خب به خاطر اینکه ما دیگه قبل از صفات او ان استفاده نمی کنیم. چرا؟ چون توی فارسی هم ما نمیگیم من یک خوشحال هستم دیگه. من یک خوشحالم. نه، میگیم من خوشحالم. پس توی انگلیسی هم از او ان استفاده نمی کنم. نیازی نیست. I am happy. من خوشحالم. حالا میخوام بگم من جدیم. جدی میشه serious. I am serious. من جدیم. I am serious. I am serious. با من تکرار کن. I am serious. من خوششانسم. I am lucky. Lucky خوششانس. I am lucky. من خوششانسم. به همین راحتی. حالا میخوام بگم من مستقلم. I am independent. Independent میشه مستقل. I am independent. I am independent. با من تکرار کنی یا I am independent. I am independent. من مسئولیت پذیرم. مسئولیت پذیر میشه responsible. Responsible. I am responsible. همه اینا صفتم. قبلشون او ان نمیاریم. میگیم مسئولیت پذیرم. نه اینکه من یه مسئولیت پذیرم. I am responsible. I am responsible. حالا میخوام بگم من تشنمه. I am thirsty. I am thirsty. دقت کن TH رو thirsty نگی یا این TH بی صدا هستش. ما کلا دو نوع TH داریم تو انگلیسی. این TH بی صداست و تلفظش میشه ف. Thirsty. I am thirsty. I am thirsty. حالا اگر موافقی بریم با هم انواع TH رو تو انگلیسی یاد بگیریم. تو این ویدیو کامل برات توضیح دادم. بریم با هم دیگه ببینیم و برگردیم. حالا میخوام تلفظ یکی از چالش برانگیزترین حروف رو توی انگلیسی بهت بگم که خیلی مشکل دارم باهاش و اونم تلفظ TH هستش. TH توی انگلیسی دو نوع صدا داره. یکی TH با صدا و یکی هم TH بی صدا. اینا تلفظهای TH هستن. TH بی صدا تلفظش اینطوریه که زبون میاد وسط دوتا ردیف دندون و این صدا رو تولید میکنیم. ف. مثل فکر کردن که میشه think. Think. What do you think? What do you think? What do you think? What do I think? I think I can. What do you think? What do you... I think, یا تشنه. Thirsty. به تلفظش دقت کن. Thirsty. Thirsty. thirsty? I'm thirsty. I'm thirsty. I'm thirsty. و تلفظ TH با صدا هم دقیقاً مثل تلفظ TH بی صدا زبون میاد وسط دوتا ردیف دندون و
صدای the رو تولید میکنیم این دفعه. یعنی از حنجره یه صدایی میاد، واسه همین بهش میگیم TH با صدا. the TH بی صدا th و TH با صدا the مثل لغت mother. Mother food. Oh, mother. یا لغت اونها که میشه they. خب همونطور که دیدی ما دو نوع TH تو انگلیسی داریم و با هم یاد گرفتیم. پس I am thirsty میشه من تشنمه. میخوام بگم من گشنمه. گشنه میشه hungry. حالا تو بگو. آفرین. I am hungry. میخوام بگم من قویم. قوی میشه strong. I am strong. استرانگ نیستش. strong. I am strong. من قویم. حالا میخوام بگم من باهوشم. I am smart میشه باهوش. دقیقا مثل همون صفت قبلی که با هم یاد گرفتیم، یعنی strong. اینم دیگه smart نگو، smart. این مشکل تلفظی اکثر ما فارسی زبان هاست که وقتی کلمه‌ای با اس شروع میشه میگیم smart, speak، ولی در انگلیسی اینطوری نیستش. smart, speak, start. خب پس speak نداریم، speak. و اینجا هم میگیم smart. I am smart. من باهوشم. میرم سراغ you. خودت. you میشه تو. میخوام بگم تو هستی. you are. شما هستی. you are یعنی تو هستی. حالا میخوام بگم تو یک دانشجویی. you are a student. دانشجو، دانش آموز. you are a student. تو دانشجویی. تو یک دانش آموزی. تو یک دختری. you are a girl. تو یک دختری. you are a girl. حالا میخوام بگم تو یک خانومی. تو یک زنی. you are a woman. خانوم. you are a woman. با من با صدای بلند تکرار میکنید دیگه. you are a woman. به همین راحتی. میخوام بگم تو بخشنده ای. you are generous میشه بخشنده. و چون صفت هستش دیگه نمیگم یک بخشنده. میگم بخشنده ای. you are generous. درسته؟ قبل از صفت او ان نیار. you are generous. تو بخشنده ای. حالا میخوام بگم تو زیبایی. تو خوشگلی. حالا شما اگر خانم باشی باید بگم you are beautiful. اگرم آقا باشی باید بگم you are handsome میشه خوشتیپ. خوشگل واسه آقا هستش. handsome خوشتیپ. you are handsome. درسته؟ حالا میخوام بگم تو بامزه میشه funny. you are funny. تو بامزه‌ای. میخوام بگم تو باهوشی. you are smart. واقعا هم همینطوره. you are smart. تو باهوشی. تو خوشحالی. you are happy. حالا اون آقای چی میشه؟ میشه he. اون هست میشه he is. واسه he از is استفاده میکنم. he is یعنی اون هست. میخوام بگم اون یک مرده. he is a man. میخوام بگم اون یک پدره. پدر میشه father. he is a father. یه TH رو بلدی خوده. father نکن. he is a father. میخوام بگم اون یک آدم easy going هستش.
easy going یعنی بیخیال. He is easy going. He is easy going. حالا easy going صفت دیگه نباید بگم easy going. انگلیسی مثل یک دریاچه روونه. منقطع تلفظ نمی‌کنن اونا. یعنی نمیگن he is easy going. میگن he is رو سریع‌تر به هم میچسبونن میگن he is easy going. he is بعد به هم میچسبونن میشه he is easy going. he is easy going یعنی he is easy going به همین راحتی. he is easy going اون آدم بیخیالیه. حالا میخوام بگم اون تنبله. تنبل میشه lazy. he is lazy. he is lazy. اون مهربونه اون آقاه. he is kind. kind میشه مهربون. he is kind. اون مهربونه. اون خوشتیپه. he is handsome. آفرین گفتیم واسه he واسه آقا میگیم handsome خوشتیپ. he is handsome. اون خوشتیپه. he is smart. اون باهوشه. he is smart. he is smart. حالا اون خانوم میشه she. اون خانوم هست میشه she is. اون خانومه یه مادره. mother میشه مادر. she is a mother. اون یه مادره. she is a mother. میخوام بگم اون یه دختره. she is a girl. she is a girl. میخوام بگم اون یک فرشته است. she is an angel. angel میشه فرشته و angel چون با A شروع شده و A هم یکی از حروف صدادار A, E, I, O, U هستش به جای A از ان استفاده میکنم میشه an angel. an angel یعنی یه فرشته. angel هم نیستش. angel. an angel یه فرشته. she is an angel. اون یه فرشته است. she is an angel. به همین راحتی. حالا میخوام بگم اون زیباست. زیبا میشه beautiful. beautiful. she is beautiful. she is beautiful. یعنی اون زیباست. زیبا همچون صفته قبلش او ان نمیاریم. آفرین دیگه خودت بلدی اینا رو. she is beautiful. اون زیباست. حالا میخوام بگم اون فضوله. فضول میشه nosy. she is nosy. she is nosy. اون فضوله. nosy میشه فضول. she is nosy. حالا میخوام بگم اون خوشحاله. اون خانومه. she is happy. she is happy. به همین راحتی. it واسه اشاره به یک حیوان یا یک شیء هستش. it is میشه اون شیء هست. واسه it از is استفاده میکنم. it is میشه هست یا سریعتر it is. it is یعنی هست. میخوام بگم اون یه خودکاره. it is a pen. خب خودکار شیء دیگه باید از it استفاده کنم بگم اون هست. it is a pen. اون یک سگه. it is a dog. it is a dog. سریعتر it is a dog. it is a dog. ما میشه we. ما هستیم میشه we are. واسه we از are استفاده میکنم که بگم ما هستیم. we are. حالا میخوام بگم ماها دانشجوییم. ماها دانش آموزیم. we are students. we are students. we are students. حالا اینجا شاید بگید که student که اسمه چرا او ان نیاوردیم؟ به خاطر اینکه we جمعه. ماها دانشجوییم. به جای استفاده کردن از او ان باید به اسممون یه دونه اس اضافه کنیم به عنوان اسم جمع. we are students. ماها دانشجوییم. درسته؟ چون جمعه دیگه او ان به معنای یک که نمیاری و به جاش میای یه دونه اس جمع به اسمت که اینجا student هستش اضافه میکنیم میشه we are students. ماها دانشجوییم. یا مثلا we are teachers. ماها معلمیم. به همین راحتی. حالا میخوام بگم ماها دکتریم. we are doctors. we are doctors. ماها دکتریم. we are doctors. میخوام بگم ماها
باهوشیم. ما باهوشیم. We are smart. چون صفته دیگه نه او ام قبلش میاد و نمیتونیم بهش اس جمع و اینا اضافه کنیم. کلا صفت تغییری نمیکنه. واسه همه فاعلا همینه. We are smart. We are smart. به همین راحتی. میخوام بگم ما خوشحالیم. We are happy. We are happy. حالا اونها میشه they. اونا هستن میشه they are. واسه they هم از are استفاده میکنیم. They are اونا هستن. میخوام بگم اونا معلمن. They are teachers. دقیقاً they هم مثل we چون جمعه از ان اولا استفاده نمی کنم و به جای اینکه از ان استفاده کنم میام به اسمم یه دونه اس جمع اضافه میکنم. They are teachers. اونها که جمعن معلمن. They are teachers. حالا میخوام بگم اونا دکترن. They are doctors. They are doctors. They are doctors. میخوام بگم اونها باهوشن. They are smart. They are smart. اونا خوشحالن. They are happy. پس یه مرور کوچیک با هم داشته باشیم. گفتیم واسه I از ام استفاده میکنیم که بگیم من هستم. واسه you, we و they از are استفاده میکنیم که بگیم تو هستی، ما هستیم و اونا هستن. و واسه he, she و it از is استفاده میکنیم که بگیم اون آقا هست، اون خانم هست، اون شیء و یا اون حیوانه هستش. به همین راحتی. خب دوست عزیزم خیلی خوشحال شدم که تونستم یک جلسه فوق‌العاده در خدمتتون باشم. توی دوره 7 پله به پایان این جلسه رسیدیم. مثل همیشه اگه دوست دارین که آموزشاتون رو از صفر تا پیشرفته به صورت قدم به قدم و شخصی سازی شده واسه خودتون شروع کنین، میتونین همین الان عدد 7 رو به شماره واتساپ که این بالا قرار دادم بفرستین که کاملا راهنماییتون کنیم. ما یک تیم مشاوره خیلی قوی داریم که کاملا راهنماییتون میکنن که بتونین زبان انگلیسی رو شروع کنین و حتما این مشاوره رو از دست ندین که بتونین بهترین استفاده رو ببرین و راه درست و اصولی رو پیش ببرین. راستی دوره 7 پله هنوز ادامه داره. میتونین جلسه دوم رو توی همین کانال نگاه کنین.